وکیلان پارلمان تاجیکستان سندی را تصویب کردند که تبادل اطلاع درباره کاربران اینترنت با کشورهای دیگر را اجازه می‌دهد. پروتکل درباره همکاری با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی روز 5 اکتبر در نشست مجلس نمایندگان به تصویب رسید. منصور جان عمروف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی ضمن معرفی سند از وکیلان خواست که آن را تصویب کنند چون به گفته او برای تامین امنیت تاجیکستان مهم است. پیشگیری نمودن عملهای تخریبکاری و استفاده شبکه‌های اینترنتی برای صادر نمودن جنایت‌ها به مقابل اساسهای ساخت کنستیتوسیونی و امنیتی دولت‌ها، صلح و بی‌خطری بشریت، جنایت‌ها در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی از مقصدهای پروتکل محسوب می‌یابند. پروتکل همکاری درباره مبارزه با جنایت‌های کیبرنتیکی را سال 2014 نمایندگان تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان، جمهوری بلاروس و ارمنستان در مسکو امضا کردند. وکیلان گفتند سند زمینه‌های همکاری خدمات جاسوسی کشورهای عضو برای تبادل اطلاع را فراهم می‌کند. جهت مقاومت با فعالیت جنایتکاری در ساحه اطلاعات و مهیا کردن اساس‌های حقوقی همکاری‌های خدمات مخصوص و مقامات حفظ حقوق طرف‌های عهد کننده در مبارزه با جنایتکاری در سمت تکنولوژی اطلاعاتی روانه کرده شده است. مقامات میگویند از آغاز سال به طفیل نظارت گفتگو و صحبت‌ها در اینترنت از 8 عمل تروریستی در تاجیکستان پیشگیری کردند. اما منتقدان میگویند که مقامات میتوانند با بهانه اکستریمیسم اطلاع درباره دیگر اندیشان را نیز به یکدیگر بدهند.